همونطور که مشاهده می‌فرمایید جویی هایی رو ما داریم که به خاطر نهادهای پسته کشیدیم در دو سمت راه. این جویی ها حدوداً 50 سانتی متر عرض دارن و عمقی هولوش 20 سانتی متر، همونجور که در تصویر مشاهده میکنید. طول این جو هم تقریبا 100 متر هست و در هر جو حدود 33 متر 33 دونه یعنی درخت پسته و نهال قرار کاشته بشه انشاءالله به امید خدا، به فاصله 3 متر از یکدیگر. و ما در این زمین حدود 2.6 هکتار با تفاصیلی که فاصله هایی که در نظر گرفتیم حدود عرضم به حضورتون 3/6 هست که 3/6 اگر که مشاهده فرمایین همونطور که مشاهده میکنید حدود 1000 عدد نهال کاشته میشه به امید خدا. عرضم به حضورتون که وسط این فاصله بین جوها رو هم میشه کشتای مختلف کرد. همونجور که مشاهده میکنید سال گذشته وسط اینا کشت پنبه و قوزه و دونه آفتابگردون انجام شده و در زمین سمت چپ ما هم که حالا در تصویر هست گندم کشت شده که البته به خاطر آبیاری که فعلا نشده زیاد سر حال به نظر نمیرسن، ولیکن واقعا نسبت به گندم های کشت شده در این چاه خدا رو شکر گندم های خوبی هست، گندم های کشت ما. این جویی ها قراره انشالله به امید پروردگار پس از اینکه رد پسته های قبلا مشخص شد ما شروع کنیم به علامت گذاری رد پسته ها و اینا رو یه آب چربتر اصطلاحاً یا آب قرقابی بیشتر توی دهه آینده نه دهه بعدیش بدیم و اینها رو آماده بکنیم برای کشت هندوانه و خربزه. البته خربزه در اینجا زیاد برد خاصی نخواهد داشت، چرا؟ چون زمین آهکی است و آب هم تا حدودی شور، بنابراین نمیشه روی پسته روی خربزه حساب کرد، ولی روی هندوانه اونم از نوع دانه دارش میشه یک محاسباتی انجام داد. انشالله با امید خدا پس از کشت پستمون سریعا ما نایلون کشی خواهیم کرد و بعد شروع میکنیم به کشت هندوانه. با محاسباتی که انجام شده اگر